همه چیز از سال 1922 شروع شد وقتی که ویلیام لیونز و دوستش یک کارگاه کوچیکی رو به اسم سوالا سایدکار راه اندازی کردن. چند سال بعد این کارگاه تبدیل شد به برند جگوار و اولین ماشینشون SS جگوار 100 بود که تو دنیای ماشینای اسپورت سر صدای عجیبی به پا کرد. حالا بعد از یک قرن نوآوری و طراحی‌های بی‌نظیر، جگوار با مدل F تایپ 2024 آخرین خودروی بنزینی خودش رو تولید کرد. از اولین تا آخرین جگوار همیشه ترکیبی از هنر، سرعت و قدرت بوده و حالا با ماشین جدید و خاصش روبروی جگوار تایپ 20. کانسپتی است که نه تنها یک ماشین بلکه یک بیانیه قدرتمندی. این کوپه جذاب که در هفته هنر میامی رونمایی شد، پاسخ جگوار به بازطراحی جنجالی اخیر خود بود. بازطراحی که با تغییر لوگوها و یک کمپین تبلیغاتی رنگارنگ همراه. اما تایپ 20 سرانجام چشمانداز دقیق‌تری از آینده جگوار را به نمایش می‌گذاشت. مخصوصاً نسل جدید خودروهای برقی این برند که انتظار می‌رود در اواخر سال 2026 وارد بازار شود. اولین خودرو از این نسل جدید یک گرند تور 14 خواهد بود. فلسفه طراحی جدید جگوار رو میشه با 2 کلمه توضیح داد: مدرنیسیوم پرشور. طبق گفته جرمی مک‌وارن، رئیس طراحی برند، این حاصل تفکر خلاقانه و اراده قوی بود. اما طراحی تایپ 20 نشان می‌دهد که این خودروساز قصد دارد به شدت به سمت طراحی جسورانه حرکت کند. نام این خودرو ترکیبی است از تاریخچه برند جگوار و 20 که اشاره به 2 مفهوم دارد. اولی به نداشتن آلایندگی از اگزوز در خودروهای آینده این برند، دومین نمایانگر تولد دوباره برای کمپانی است که این کانسپت را به عنوان نقطه آغاز آن میشناسد. و البته طراحی این خودرو کاملا از گذشته برند فاصله گرفته. الهام از مدل‌های نمادینی چون ای تایپ در ظاهر خودرو به چشم می‌خورد، اما با رویکرد مدرن‌تر و آینده نگرتر. تایپ 20 دیگه اون منحنی نرم و شیک رو نداره، بلکه خطوط تیز و ظاهری کاملا قدرتمند و سلطنتی داره. در نمای جلو پنجره مستطیل شکل و طرح خط بریده که یک تم طراحی تکراریه. همراه با چراغ‌های LED زاویه دار و تیز، نمای رباتیک و قوی به این خودرو داده است. در نمای جانبی فرم فستبک با پنجره‌های باریک و لوگوی برنجل لیپر که جایگزین آینه‌های سنتی شده، جذابیت خاصی رو به خودرو میبخشد. چرخ‌های عظیم 23 اینچی با طراحی پیچیده، شکوه و عظمت بیشتری رو به تایپ 20 میده. قسمت عقب خودرو حتی ساده‌تر از جلوست، بدون پنجره عقب و با طراحی ساده و مینیمالیستی که به لطف خطوط خط بریده چراغ‌های عقب رو پنهان کرده. داخل خودرو جگوار تجربه لوکس و هنری ایجاد کرده. درها پروانه‌ای با باز شدن به سمت بالا کابینی را نمایان می‌کنه که بیشتر شبیه یک اثر هنری است تا یک خودروی معمولی. در داخل 3 نوار برنجی که در امتداد طول کابین قرار داره به عنوان عنصر طراحی اصلی عمل می‌کنه. این برنج‌ها به صورت طبیعی در معرض هوا قرار دارند تا در طول زمان اکسیژن و ظاهر خاصی رو پیدا کنند. با پنهان شدن صفحه نمایش‌ها تنها یک نمایشگر نازک در پایین شیشه جلو باقی می‌ماند. اطلاعات ضروری راننده را نشان دهد. در بین صندلی‌ها قطعه‌ای از سنگ تراورتن به عنوان پایه برای پشتیبانی از صندلی‌ها استفاده شده که طراحی داخل را تکمیل می‌کند. جگوار توضیح داده که طراحان این پروژه نام این خودرو رنسانس گذاشتند که الهام گرفته شده از هنر معماری دوران رنسانس. این طراحی با استفاده از مواد خاصی چون برنج و تراورتن نمایانگر این الهام است. صندلی‌ها که از پارچه‌های پشمی ترکیبی پوشیده شده‌اند، ظاهری بسیار لوکس دارند که شبیه به آن چیزی است که می‌توان در بالکن یک عمارت بسیار گران قیمت پیدا کرد. جگوار 2 نسخه از تایپ 20 رو رونمایی کرده، یکی با رنگ صورتی میامی و دیگری با رنگ آبی لندن. اگرچه تایپ 20 تنها یک کانسپتی است که هنوز اطلاعاتی در موردش انتشار نشده، اما این خودرو بر اساس پلتفرم GAE طراحی شده که قرار است نسل جدید گرند تور 14 جگوار رو پشتیبانی کند. جگوار اعلام کرده که هدف این خودرو ایجاد تجربه جذاب و هیجان‌انگیزی از رانندگی، هندلینگ عالی و راحتی فوق‌العاده است. گفته می شود که این خودرو می تواند برد 430 مایلی را در شرایط واقعی داشته باشد. در نهایت تایپ 20 با طراحی‌های جسورانه، خطوط تیز، مواد لوکس و فناوری پیشرفته، ایده‌ای از آینده جگوار را به نمایش می‌گذارد و نشان می‌دهد که در 2 سال آینده شاهد ورود به یک دوران جدید در صنعت خودروهای برقی لوکس خواهیم بود. اگه براتون هم جذاب بود، خوشحال میشم که نظرتو بهم بگی و منم دنبال کنیم.